سرایست جاسوسی وزارت مدافع اوکراین روی خط افسران و اسکران بریگاد 64 وزارت تیراندازی ارتش 35 قوه‌های مسلح روسیه را نشر کرد. این واحد نظامی را به دست داشتن در قتل عام مردم در شهر بوجه ولایت کیف ایبدار میکنند. در روی خط زادگان تاجیکستان و از کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز هستند. یکی از فرماندهان این بریگاد پادپالکوونیک اموربیکوف ازادبک اسنبیکوویچ نیز از آسیای مرکزی است. بنا به برخی منابع او از قرقیزستان، بنا به منابع دیگر از جمهوری ازبکستان است. کشورهای غرب قتل مردم در بوجه را جنایت جنگی و پرزیدنت اوکراین نسل کشی یا گنوسید نامیدند. با وجود نشر عکس و ویدیوهای زیاد از بوجه، مقامات روسیه دست داشتن حربیان خود را در قتل مردم رد کرده دعوای جانب اوکراین را اغوا مینامند. این شهر واقع در ولایت کیف را شام 1 اپریل از دست نیروهای روسیه پس گرفتند و آنجا بیش از 400 جسد ساکنان کشته شده را پیدا کردند. برخی جسدها را در گروه‌های دست جمعی در جنگل‌ها زیر خاک کرده بودند و برخی جسدها را در کوچه و همچنین در تاخانه یک استراحتگاهی که نیروهای روسیه هنگام اشغال بوجه به قرارگاه خود تبدیل داده بودند پرتافته بودند. تاخانه این استراحتگاه به گفته مقامات نظامی اوکراین به قتلگاه تبدیل داده شده بود. در روی خط نشر شده افسران و اسکران بریگاد 64 نام و نسب‌های آسیا میانگی خیلی زیادند. از بین آنها اداره بامداد دست کم 6 زاده تاجیکستان را توانست مشخص کند. عبدالرحیموف ظریف عبدوجبارویچ سال تولدش 1990 سرژانت خورد. یوسفوف رحیم جان بختیارویچ سال تولدش 1994 سرژانت خورد. شریفوف دلشاد صابیرویچ سال تولدش 1991 سرژانت. دولتوف اوشجان بابیشایویچ سال تولدش 1986 سرژانت خورد. عظیموف سیولی امام نظرویچ سال تولدش 1988 سرژانت کلان. موسی فرهاد عبدومنانویچ سال تولدش 1997 سرباز قطاری. از اینا عظیموف سیولی از نویه حمدانی و فرهاد موسایف از دوشنبه بودند. مقامات اوکراین دیگر معلومات مربوط به این سربازان از جمله رقم‌های سربازی و سراغه زیستشان در کشور خباروفسک قرارگاه اصلی بریگاد 64 را نیز نشر کردند. در روی خط نام و نسب آسیای میانگی خیلی زیادند، ولی مشخصاً از کدام کشور منطقه تاجیکستان، ازبکستان یا قرقیزستان بودن بقیه را هنوز مشخص نکردیم. چندی از این نام‌ها را اینجا میاریم: بابایف امامعلی تاغوی مرادویچ، یعقوبوف خالمراد فیضاللهویچ، غایبوف سید الهام سید جبارویچ، حیدروف موساخان استانقلویچ، لطیفوف شریف بازارعلیویچ، قربانوف فیضالله موساخانویچ، مادامینوف مسلم مزارویچ، فیضوف اقنظر امام نظرویچ، اکبروف سید محمد بیگالیویچ، قربانوف سیف الله مینگپولادویچ، یوسفوف بختیار تلوخانویچ.